بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، والكتاب أو المتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. إنك ما درس خود را دوام می‌دهیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. درس آخران از این باب با چی خاتمه می‌یابد؟ با حدیث عن معاذ بن جبل رضی الله عنه، یعنی از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت میکنند که گفت: كنت ردیف النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم علی حمار، یعنی من بر الاغ سوار بودم. من یعنی که در پسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر بالای خره سوار بودم. فقال لی، بس برایم گفت: یا معاذ، گفت ای معاذ، اتدری ما حق الله علی العباد؟ آیا میدانی چیست حق الله بالای بندگان؟ و ما حق العباد علی الله، و چیست حق بندگان بالای الله؟ قلت: الله و رسوله اعلم. گفتم الله و رسول او داناترند. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم: حق الله بالای بندگان از آن عبارت است که بندگان وی را عبادت بکنند و به او یگان چیز و یگان کس شریک قرار مدهند. و حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. و حق بندگان بر الله از آن عبارت است که عذاب نکند کسی را که به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار نداده باشد. یعنی کسی به الله شریک قرار نداده باشد، الله تعالی باید چی؟ عذابش نمیکند. قلت: یا رسول الله، افلا ابشر الناس؟ گفتم ای پیغمبر الله، من مردم بشارت دهم؟ یعنی این خبر ندیم؟ اینا خبر خوش. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یعنی اونها را مژده مده، اونها را بشارت مده، وگرنه تکیه میکنن. وگرنه چی؟ تکیه میکنن. یعنی
در بجا آوردن عملهای نیک تنبلی خواهند کرد. دیگه عملهای نیک بجا نمی بیارن. گفته اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که چه بشاره نده اونها. این حدیث اخرجاه فی الصحیحین، یعنی بخاری مسلم روایت کردن. مفهوم؟ در روایت اومده است که و اخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهمیدید؟ انا در دیگر روایت اومده است که همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته بود که نگو، لیکن خبر داد معاذ بن جبل در وقتی مردنش برای گناهکار نشوم گفته. فهمیدید؟ یعنی گناهکار نشوم گفته این حدیث گفت. برای چه گناهکار نشوم؟ چون که الله تعالی گفته است که هر علمی که الله تعالی به شما داده است باید که رشد نکنید. فهمیدید؟ در نزد بخاری آمده است و در نزد مسلم هم آمده است این روایت دیگر. و جاء فی فتح المجید، در فتح المجید آمده در فلان صحیفه قال الوزیر ابو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. يعني معنى میگه گفتست لم يكن يكتمها، یعنی همه حدیثه کتمان نمیکرد، روش نمیکرد مگر از جاهلی که همون جهلش او را وادار میکرد به چیکار کردن، به بی‌آدابی کردن، به ترک خدمت در عبادت. یعنی فقط جاهلا رو نمیگفت، چون که جاهل همین خبرش شنید تمام با الله شریک نبیارم شد دیگه عبادت رو نمیکنه. همین. خب اکنون وقال الشارح حفظه الله تعالی، شارح چنین میفرماید، یعنی که شیخ صالح الفوزان، معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة. يعني معاذ بن جبل ابن عمرو ابن اوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي، از خزرج میشد است، انصاری بود است، یعنی که انصاری کسانی میگه که از اهل مدینه، صحابیون از صحابه بود است، جلیل صحابی بزرگ مشهور از صحابگان نمایان. و کان متبحرا فی العلم والاحکام والقرآن، در علم و در حکم و در قرآن بحر بود است. یعنی که یعنی علم زیاد داشته است. شهید غزوه بدر و ما بعدها، در جنگ بدر و بعد از جنگ بدر دیگر جنگ ها اشتراک کرده است، حضور کرده است، شهید لمن حضر. و استخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را جانشین خود قرار داد، خلیفه قرار داد، یعنی که جانشین خود من با اهل مکه روزی فتح، وقتی که مکه را فتح کردن شدن، معاذ بن جبل در اونجا من برای ویا را چیکار کردن؟ دینشان را تعلیم دادن. ثم بعثه، بعد از آن ویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد به یمن همچون قاضی و همچون معلم. مات بالشام سنة 18 للهجرة وله 38 عاما. در شام سال 18 هجری وفات کرد در سن 38 سالگی. معاذ بن جبل کدام سال وفات کرد؟ در سال 18، حالی که 1400 چنده؟ 33 یا 34؟ انا همین سالی مسلمانه ویم 18 بودگنده وفات کرده است در سن 38 سالگی. ردیف معناش چیست؟ گفت که كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابه. ردیف اون کسی رو میگن که او را در پسد بارش میکنی،
که سوارش میکنی در بالای چی؟ یکون حیوانی که بالاشن سوار میشه دیگه حیوان. اتعرف و میدانی حق الله ما يستحقه و يجعله متحتما على العباد. حق الله آن رو میگون که الله حق بر بوده سوره و آن را حتمی قرار داده است بالای بندگان. حق العباد على الله یعنی ما كتبه على نفسه تفضلا منه و احسانا. آن رو که الله تعالی به خودش چیکار کرده؟ کتابت کرده است، نوشته. تفضلا منه و احسانا همچون یک مهربانی، همچون یک چی؟ احسان. افلا ابشر الناس ای اخبرهم بذلك لیسروا به. یعنی همین به مردم خبر رسانم تا خرسان شوند. تو چی؟ خرسان شوند. و یتکلوا ای یعتمدوا على ذلك. تکیه به این میکنن. فیترک التنافس فی الاعمال الصالحه. بعد تلاش و کوشش در اعمال صالح چیکار میکنن؟ ترک میکنن. کسی این حدیث فهمد جاهل باشد چیکار میکنه؟ دیگه بحری عملی صالح میبره، دیگه کار صالح نمیکند. المعنى الاجمالی للحديث، معنای خلاصوی برای حدیث، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اراد ان يبين وجوب التوحید على العباد و فضله. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواست که بیان و روشنی اندازد واجب بودن توحید را بالای بندگان و فضیلتی توحید خواست که بیان و روشنی اندازد. فالقى ذلك بصيغه الاستفهام. بس اینو چیکار کرد؟ با شکلی استفهام پرداخت. اتدری گفته شکل استفهام. برای چی؟ لیکون اوقع فی النفس، تا اینکه تیز در نفس تأثیر بخشد گفته. و ابلغ فی فهم المتعلم، و تیز تأثیر بخشد در فهمی تعلیم گیرنده و کسی که تعلیم میگیرد. وقتی که یک اگر تعلیم تیه بس طریق سوال جواب تیز تأثیرش میکنه. فهمیدی؟ فلما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای معاذ بن جبل فضیلت و برتری توحید بیان و روشنی انداخت، معاذ از پیغمبر اجازه پرسید که همینه به مردم خبر دهد تا مردم چی شوند؟ خرسان شوند. فمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را از این منع کرد. برای چی؟ از خوف این که مردم تکیه میکنن به اینو بس چیکار میکنن؟ عملی صالح کم انجام میدهن. مناسبت الحديث للباب. اکنون این حدیث به این باب چی مناسبت دارد؟ باب در بیان چی؟ کتاب التوحید گفتیم. و این حدیث با کتابی گویم به این باب چی علاقمندی دارد؟ ان فيه تفسیر التوحید بانه عبادة الله وحده لا شریک له. در این حدیث وقت تفسیر توحید آمد. مراد از توحید چی بود است؟ الله تعالی را عبادت کردن است، تنها به یگان شریک. ما یستفاد من الحديث، آن فایده هایی که از حدیث گرفته میشه. تواضع النبی صلی الله علیه و سلم حیث رکب الحمار و اردف علیه خلاف ما علیه اهل الكبر. از این حدیث چی فایده گرفته میشه؟ خاکساری پیغمبر بینید که با خر سوار شد و در پشت خود با یک کسی سوار کرد. عکسی آنه که اهل کبر میکنه. اهل کبر در خر سوار شدن نفرت میکنه، شرم میدارن. خلاصه جواز الارداف على الدابه اذا كانت تطيق ذلك. اجازت بده بالای یگون چارپان چیکار کردن؟ پشت یگون کسی سوار کردن اگر همون چارپا طاقت اینه داشتگی باشه، یعنی که گزورش نبیاده که میدی معنا نه که پنجش گزور خیلی بیچاره. سوم فایده التعلیم بطریقه السؤال والجواب. از این حدیث دیگه فایده گرفته میشه که
بطريق سوال و جواب يكسى تعليم دادن. چهارم أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم. یعنی کسی را پرسند درباره یک چیزی که نمیدونه باید که گوید الله اعلم. پنجم معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. پنجم فایده چی بوده است؟ شناختن حق الله. و حق الله بالای بندگان است و مراد از اون حق الله چی بوده است؟ بندگان و یا عبادت کنند تنها و یگون شریک قرار ندهند برایش. ششم ان من لم يتجنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. کسی از شرک یک جانبه نشود، کنار نشود، یک طرفه نشود و عبادت الله را از روی حقانیت به جا آوردگی نمی شود. کسی که از شرک برطرف نشده، کنار نشود و عبادت الله را به جا آوردگی نمی شود حقیقتا. گرچنده که او را عبادت کنه در صورت میبینیدش نماز میخونه، روزه میداره، حج، زکات همش میکنه، لیکن در برابر این با چیکار میکنه؟ شرک میکنه. هفتم فضل التوحید و فضل من تمسک به. فضیلت و برتری توحید و فضیلت و برتری کسی که و توحید چنگ میزند، عمل میکنه. هشتم تفسیر التوحید و انه عبادت الله وحده و ترک الشرک. تفسیر توحید آمد و مراد از توحید چی بوده است؟ الله را تنها عبادت کردن است و شرک را ترک کردن است. نهم فایده استحباب و بشارتی وكي بشارة المسلم بما يسره. مستحب بدونی خبری خوش رساندن به مسلمان آن را که همون مسلمان چی خرسند میکنه. یک چیزی که میدونه که مسلمان خرسند میکنه باید که این خبر به او رسانه. خوب بود است. نهم جواز کتمان العلم للمصلحتی. اجازه بده علم پوشاندن، روش کردن برای گو فایده شده. یعنی بعضا میشه که علم میتونه گفتن که گویی اگر پشتیبانی یک چیه پرابلم خستنش ممکن است، برای مصلحت برای فایده ممکن است برای موقتا ذکر کنه چی پنهان کرده شد. یازدهم تأدب المتعلم مع معلم. یعنی آداب تعلیم گیرنده در برابری معلمش. یعنی هر کسی که تعلیم میگیره باید که در پیش معلمش آداب رعایت کنه. چخیلی که در این حدیث دیدیم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.